این ماشین قطعاً یه شاهکار مهندسی W114 یا همون بنز معماری خودمون با طراحی مدرن و خطوط صافش تحولی تو صنعت خودروسازی ایجاد کرد. این خودرو تو نسخه‌های سدان، کوپه و حتی استیشن تولید شد و با پنجره‌های بزرگ و سقف صافش فضای دلواز و روشن ایجاد کرد. طراحیش نه تنها زیبا بود بلکه کاربردی و جذاب بود. اما قضیه فقط طراحیش نیست. W114 با موتورهای بنزینی و دیزلی قدرتمند عرضه شد. موتورهای 6 سیلندر بنزینی تا 150 اسب بخار قدرت داشتند، در حالی که موتورهای دیزلی با مصرف سوخت کم و دوام بالا محبوبیت بیشتری پیدا کردند. این خودرو میتونست تا 180 کیلومتر بر ساعت سرعت بگیره و تو جاده‌های طولانی یه همراه بی‌نظیر بود. از فضای داخلیش بهتون نگم که ساده ولی لوکس بود. صندلی‌های راحتش، داشبورد چوبیش و سیستم گرمایشیش راحتی بی‌نظیری رو برای سرنشینا فراهم می‌کرد. همچنین سیستم تعلیق مستقل و ترمزهای دیسکی جلو رانندگی و نرم و ایمن می‌کردن. W114 یه موفقیت بزرگ تو بازار بود. بیشتر از 1,900,000 نسخه از این خودرو تولید شد و تو سراسر جهان به فروش رسید. قیمت مناسب، کیفیت بالا و قابلیت‌های متنوعش اونو به یکی از محبوب‌ترین خودروهای زمان خودش تبدیل کرد. امروزه W114 به عنوان یک کلاسیک با اصالت شناخته میشه. بسیاری از این خودروها هنوز تو جاده‌ها دیده میشن و طرفدارای زیادی هم دارن. این خودرو نه تنها نیازهای زمان خودش رو برآورده کرد، بلکه پایه‌ای برای مدل‌های بعدی مرسدس بنز مثل W123 شد. اگه شما عاشق W114 هستید این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون هم بفرستید. فراموش هم نکنید که سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتری از افسانه‌های خودرویی رو با همدیگه ببینید.